آقا خیلی خوش اومدین. سلام علیکم. خیلی متشکرم. عرض ادب، تبریک میگم حلول ماه مبارک رمضان رو. بفرمایید یه سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الا بذکر الله تطمئن القلوب. بچه‌ها سلام علیکم. بله حالتون چطوره؟ نه دیگه نگاه به من میگن بابای قرآنی. من که میگم حالتون چطوره نگید مرسی اوکی خوبم ها نه، بگید الحمدلله شکر خدا. یه بار دیگه حالتون چطوره؟ نه دیگه دستاتون هم بیارید بالا بگید شکر خدای خوب و مهربون، باز بهتر شد. دوباره حالتون چطوره؟ شکر خدای خوب و انشالله که همیشه خوب باشید و غم دنیا رو نداشته باشید. شما که جلو نشستن ظاهرا هر جای قرآن رو باز کنین میخونن، درسته؟ بله. میخواین این کار رو بکنین؟ اشکال خیلی خوبه. بله. حسن جان آماده ای شما به ما کمک کنی؟ بچه‌ها حسنین رو تشویق کنید، استاد محسنی رو هم تشویق بکنید. ما بدون اینکه هیچ آموزشی به بچه بدیم در قالب بازی نقاشی و سرگرمی آخر بچه به جایی میرسه که میتونه قرآن رو بخونه. خب اینجا رو بخون. صفحه 466 خط عثمان طاها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يا حبيبي ما شاء بله. إلا من شاء الله. سب کن بچه ها شا بعدش الله، درسته؟ چرا آ رو زیاد کشید؟ وقتی تنها بلند باشه جلوش حمزه باشه یا علامت پرتگاه باشه بچه خوب یادت باشه یادم باشه تنها بشو بکش و بکش خیلی بکش از صورتم بیشتر. بله به جای بگن مد غیر طبیعی اسباب لازم دارد ما نمیگیم. این در قالب این نمایش‌هایی هست که قبلا دیدن در قالب. یه سوال دیگه بپرسم راجع به تغلیظ و ترقیق لام جلاله الله. ملاحظه کردید که اینجا تغلیظ یه بار دیگه بگم بخونی از جای الا دوباره بخون. بچه شما هم گوش کنید، میخوام از شما هم سوال بکنم. بچه چرا گفت الله؟ چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ بالا سر بالا بود دستش رسید ترچه آن رو صاف کرد. ملاحظه کردی یه نمایشی داره. این نمایشه بچه آرسون الف کوتاه صافش کرده. در ترقیق میگیم که چرا میگی بسم الله؟ میگه ازیر سر چون پایین بود دستش نرسید، بچه آرس صافش نکرد. ملاحظه کنید ما میگیم آنچه میشنوم فراموش میکنم، آنچه میبینم به خاطر میسپارم، آنچه عمل میکنم هرگز از یاد نمیبرم. تمام آموزش‌های ما در قالب بازی نقاشی نما اینه که در ذهن بچه میمونه. این صفحه رو بپرس شما، بذار من باز کنم. صفحه 291 این از اینجا بخون. إلا رحمة من ربك ماشاءالله إن فضله كان عليك كبيرا. بچه‌ها توجه کنید که این بچه‌ها هنوز مدرسه نرفتن ها، یعنی قبل از سن مدرسه دارن با اینجوری حرکات قرآن عربی فصیح.